سلام بینندگان تلویزیون پایتخت. چون همیشه در این وقت به شما پیشنهاد می‌گردد برنامه نوبتی طبیب طب طبابت و در مهمانی ما محترم ملا ظاهر طاهری خوش آمدید یک بار دیگر میگویم و بینندگان محترم از روی نقشه ما از روی نصیحت‌ها یک سلسله برنامه‌های ما من بعد بخشیده می شود به بیماری‌های شش و ما می‌دونیم که شش یکی از عضوهای اساسی انسان به حساب می‌رود و راه‌های پیشگیری طبابت این بیماری چگونه باید به راه مانده شود از نگاه طبی نیاگان، از نگاه طبی امروزه، از نگاه طبی یا پزشکی. خواهش می‌کنم که محترم ملا ظاهر طاهری به شما معلومات داده باشند. مرحمت. تشکر. سلامت باشید دوستان عزیز. خیلی کاری که شما میدونید انسان برابر تولد شدن به دنیا آمدن نفس میگیرد و وقتی که از دنیا پادرود میگوید نفس میبرد. فاصله یک نفس گرفتن یکی یک روز یکی یک سال دیگری 100 سال عمر میبیند. چلی که میگویند عمر اگر خوش گذرد زندگی خیز کم است ورنه ناخوش گذرد. این نفس بسیار است. اساس حیات انسان خیلی که میدونیم این یکمش نور هست، آفتاب، بعد آب، هوا. انسان میتواند که بی خوراک 40 روز زندگانی کند، بی آب حدود یک هفته، 5 روز گوییم بی نفس، 5 دقیقه بی هوا بی نفس. برای همین اساسا مقصدی ما چه خیلی که گفتیم پیشگیری کردن، تازه نگاه داشتن طبیعت، اکولوژی. برای همین از همین باغچه سر کرده باید ما آدما بفهمونیم که همون دیهات بروید کوچه‌های دائم رفته میستن، آب میزنن، اول خاک‌ها تکشین شود، راه‌های نفس افلاس نشد. در اون جایی که چنگ و غبار زیاد هست بیماری‌های شش البته زیاد میشوند و پروسس نفس کشی از کووکی بینی سر میشود تا نچه‌های هواگذرانی شش چخیلی که ما میگیم برانخو با الویولا میشد. در داخلش پروسس گاز ابمین یعنی مبادله گازها با خون به عمل میگردد و خون از خود کسلرود را گرفته به حجره ها میبرد. یک پروسس چخیلی که یک زواد کلان است، یک رول کلان اجرا میکند و برای همین باید که ما طرز عادی ترین نفس کشی داریم. مثلا در حساب میانه انسان در طول یک دقیقه 16-18 مرتبه نفس میکشد. وقتی که شما دیدید که الکای نفس کشی از 25-30 زیاد است، الکای این نشانه که شخص گرفتار یکم بیماری شش است یا که کم است. بیماری های راه های نفس کشی خیلی گوناگون هستند. مثلا اگر گیریم زیاده از 100 کتاب ها هست درباره ORZ میگن راه های گریپ، زکام، بعد برانخیت، پنیومونیا، گزک شش، توبرکولوز، ابسیس، برانکیکتاز نیمبالیز. هر یک تیمه مثلا یک مناگراف یک کتاب هست، علما تحقیقات زیاد بردن. عموما مقصدی ما کمتر هم تو معلومات دادن که شما تصور کنید که کدام دکتر باید مراجعت کنید. برای که بسیار وقت آدم از یک بیمارخانه با دیگر بیمارخانه از دیگر، برای که الکای ندانستن همین هم سبب سرسانی و سرگردانی مردم می شود. اکنون من امروز میخواستم مختصر درباره بیماری‌های برانخیت گپ زنم که نشانه اساسی هر یک آدم که راههای نفسش به گزک یعنی برانخیت میگن با زبان روسی گرفتار میشد، پیش از همه سلفه میکنند. سلفه ها میشد خشک و تر و بلغم، گولی خوریده میستد، نفس کشی تیز میشد و در حالت است برانخیت شدید که گوییم تاسp بلند میشود. وقتی که همین حالت ها پیدا شد حتما یکمش اول به دکتر مراجعت کردن در کار تحت متخصصی که در همین سیستم کار میکند. مثلا ما دکتر هم با کاتگوری های تخصصی جدا میکنیم، دکترای ساحه دل، قلب، دکترای ساحه شش، معده، روده، جگر. متخصص همین ساحه با نستر این چیز میداند به شما هم داروهای که در داروخانه هست گوییم کیمیایی هم داروهای گیاهی تامین میکند و از آن جمله وقتی که شما با همین بیماری گرفتار شدید، البته در خانه هر یک مردمی تاجیک گیاه ها هستند، میوه ها هستند. مثلا شلغم هست، ما میتونیم که از شلغم استفاده بریم، شلغم سوکش گرفته استفاده بریم. مثلا بعضی آدم ها توصیه میتونن توربه جوشانده در داخل تورب یک
معیاری معین قطعی روغنی مسکه میمونن فرو میبرن برای بلغم نیست کردن. از گیاهایی که شفا بخشه که در دیار ما میروین، پیش از همه گل خیری زیاد استفاده میشد. وقتی که ما مثلا دره ورزا میریم، گلهای سفید و دیگر چیز برای رفع سلفاخه، گل خیری خیلی دیگر بیماری هم استفاده میشد. این خوب استفاده میشد. چوکلا استفاده میشد. شیرین بیا ما میتونیم که همینا گرفته از همینا چای تیار کنیم استفاده بریم. و وقتی که گله ها میخورد از مثلا حتی همین ساک کارتشکه هم گرفته اوبا میجوشونن، با واسطه نفس شما انگالیاتسیا، یکی نفس گرفتن قطعی حرکت تازه میکنند. چای خوندنی دهان با واسطه هر گونه روغن ها، مثلا روغن آفتاب پرست، روغن شما میگیرید حدودی وقتی گل خوریده میستد 3-5 دقیقه غرغره میکنید، بعد میپرتید، خورشی گله هم گذشته میرن. این از آن گیاهایی که مثال من توصیه دادم برای بیماری های راههای نفس کشی که آنها میتوانند استفاده برند. و چیزی دیگر اون است که طرز نفس کشی. مثلا ممکن است که ما در آینده یا برنامه ها تشکیل کنیم که این برنامه ممکن تلویزیونی نمیشد و در یگان تالاری شهر دوشنبه این مشق‌های آموزاندن، چهل نفس گرفته داشته ایستادن، نفس برآوردن، متدهای بوتیکو است، متد استرلنیکوف است که با این اصول ها ما میتوانیم که همین بیماری ها با توصیه تیم در یک جایی کمپلکس استفاده گیاها، غذاها و مشق ها سبب تیز شفا یافتن بیمارا میگردد و آنها زود پرابلم های خود را حل و فصل می‌نمایند. تشکر. بیننده محترم، این بود معلومات توصیه های ملا ظاهر طاهری نسبت یکی از بیماری های شش و تشکر میگوییم. و در همینجا برنامه نوبتی ما با عنوان طبیب تیپ طبابت به انجام میرسد. تا هفته دیگر سلامت باشید.